الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 28 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یک چند مسائلی که تعلق به توحید دارد به شما بیان کرده می شود. مسئله اول این فرق بین ربوبیت و توحید ربوبیت و الوهیت و توحید الالوهیه. بسیار در این حلقه های ما شما شنیدید و غیر از این هم از مشایخ و علما و طلاب اهل سنت و الجماعت می شنوید که وقتی در مسئله توحید صحبت می کنند همیشه تکرار به تکرار به شما در موضوع ربوبیت سخن می کنند، یا که در موضوع الوهیت ربوبیت الوهیت، یا که میگویند که توحید ربوبیت و توحید الوهیت. این عباره ها چی معنی دارد و وقتی که ربوبیت رو الهیده خودش رو میگوییم چی معنی میدهد و وقتی میگیم که توحید الربوبیه چی معنی میدهد و این چنین الوهیت در حالت تنها آمدنش الوهیت چی معنی میدهد و در حالت توحید الالوهیه گفتن چی معنی میدهد. البته فهمیدن این مسئله به شما فهم توحید را معامله کردن با توحید را آسان میکند و البته من و شما کوشش میکنیم که تمام جزئیات توحید را بررسی بکنیم، بیاموزیم و شرح و تفصیلاتش را بفهمیم. بارک الله فیکم. فرق بین ربوبیت و توحید ربوبیت و الوهیت و توحید الوهیت این است که ربوبیت در حالت تنهاییش به توحید فقط الربوبیه بگویم، این صفت از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است. این کلمه الربوبیه در حالت تنهاییش صفت از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است. و این چنین الالوهیه نیز الالوهیه این چنین صفت از صفتهای الله سبحانه و تعالی است. اما توحید و شرک، توحید و مقابلش و ضدش که شرک است، این صفتی بنده است. بار دیگر تکرار میکنیم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که موضوعهای مهم را تکرار کرده شود. ربوبیت در حالت تنها آمدنش انا نمین چنین الربوبیه بدون توحید، پیش از خودش توحید نماید، الربوبیه و الالوهیه، هر دوی این کلمه صفتی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است. اما التوحید و الشرک این صفتی بنده است. توحید چخیلی که در حلقه های گذشته گفتیم این نسبت دادن یگانگی به الله سبحانه و تعالی که این عملی بنده و صفتی بنده است. و شریک ساختن به الله سبحانه و تعالی که حرام است و جایز نیست و صاحبش را آتشی به جهنم یعنی وادار میکند و سزاوارش میکند، این هم صفتی بنده است. بارک الله فیکم. پس از همین جهت مردم در این مسائل به قسم ها تقسیم می شوند. اولا قسم های هستند از مردم که اصلا ربوبیت الله سبحانه و تعالی را یا الوهیت الله سبحانه و تعالی را اثبات نمی کنند، که اینها کفار هستند، کفار مشرکین، یا بگویم کفار اصلی، کفاری که ربوبیت الله را همچون صفت الله سبحانه و تعالی و الوهیت الله را همچون صفت که الله از نظر ربوبیتش خودش خالق است و خودش رب است و خودش
رازق است و خودش عالم است و خودش زمین و آسمان را اداره می کند. این ربوبیت. الوهیت یعنی ذاتی که یگانه مستحق عبادت است، ذاتی که یگانه باید پرستیده و عبادت کرده و تمام عملها برای اون انجام داده شود. یک قسم از انسان ها در این عالم هستند که اصلا این را قبول ندارند. والعیاذ بالله، پناه به الله که اینها کفار هستند. بله امروز میبینیم بمانندی بگویم شیوعیه، یکی از مذهب‌ها است که شیوعیه. این شیوعیه شیعه نیست، بلکه شیوعیه این کمونیست است. کمونیست هایی که هم صفت ربوبیت الله، خالق بودن الله، نگه دارنده زمین و آسمان الله بودنش، رزق دهنده الله بودنش، سبحان الله، حاکم بودن الله سبحانه و تعالی و مستحق عبادت بودن الله سبحانه و تعالی را کاملا انکار میکنند. از همین جهت کمونیستی این یک نظامی ملحدی، یک نظامی که قائم به کفر شده است و کسانی که به این پیرو شده اند کافرند. از همین جهت، از چندین جهت ها کفر دارد، لیکن اساسش رو ببینید که الحاد است، ملحد شدن است. ملحد یعنی اقرار نکردن یگان دینه، اقرار نکردن خالقه. اونها یعنی فقط به طبیعت ایمان دارند و خلاص است که گویا همه چیز خود به خود به وجود آمد. همه چیز خود به خود به وجود آمد که البته این هم به عقل و هم به نقل راست نمی آید. انسان عاقل، انسانی که درست است، سالم است، این سخن را نمیگد. البته این لینین لعنت الله علیه، مارکس یا که ستالینی که لشکرکشی ها کرد و این عقیده را پیش برد، لعنت الله بر اینها بود. الله به سختترین جای جهنمش وادارشان بکند. این ملعونین که فسادترین انسان ها و بندگان شیطان لعین رجیم بودند، این عقیده را همچون لشکر شیطان در حقیقت پهن کردند و کمک کردند. امروز هم همچنین حکومت وجود دارد. حکومتی که امروز ما چین میگوییم به زبانی فارسی، یا که حکومت خیتای، کیتایی، این حکومت اساسی حکومت داریش بر بالای انکار ربوبیت است، انکار الوهیت است. اصلا اثبات نمی کند که خالق، رازق، حاکم، یک مستحق عبادت شونده ذات وجود دارد. و این خبیث، این حکومت خیتای چین هم امروز ببینید که بر بالای مسلمان های سبحان الله ترکستان شرقی چی مصیبت های آورد. مردانش را قتل عام میکند، بلاگرها میبرد و در خانه فقط زن و دخترها میماند. و به این خانه مسلمانی که تنها زن و دخترها مونده است و مردش کشته شده است یا که به ترمه برده شده است، مردهای خیتای کمونیستی بیدین ملحد می آیند، چی وقت خواستن زندگی میکنند. همین روز است، والله همین روز همچنین است. من شما خواب هستیم در درون خانه مسلمان ترکستان شرقی مردهای خیتایی آمده زندگی میکنند، خواهند به یک زن مسلمان زنا میکنند، دست زوری میکنند دخترانش را. حتی بعضی از علما میگن که والله از ترکستان شرقی به ما نامه آمد که در نامه نوشته شده است که زنها میگویند که اجازت بدهید که خودمان را بکشیم، اجازت بدهید که خودکشی کنیم، چرا که شوهرهای ما را بردند و حبس کردند، به خانه های ما خیتایی ها آمده زندگی میکنند. قانونا خیتای همچنین قانونی قبول کرد که در هر خانه مسلمان باید 6 ماه و 1 سال و 2 سال یک چند مرد زندگی بکند همراه زنی مسلمان. والله بالله تالله اگر ما توحید را چنگ نزدیم، اگر عقیده را صحیح درست نکردیم، اگر غیور نشدیم، روز از روزها تاجیکستان هم همچنین خواهد شد. میبینید که روز از روز از یک طرف زمین، از یک طرف تجارت، اقتصاد و غیره و غیره، و دخترهای مسلمان رو بودیستا میگیرد، صوفی های گمراه مشرکین دعا میتید و نکاح میکند. حالا که رسیدن دختر یک مسلمان یا که خودش را مسلمان گوینده گردنده که مرتد باشد هم جایز نیست که به یک مشرک رسیده شود. در بین ملت مسلمان، در بین مردم مسلمان توی بشود، بگویم این رو ولیمه بکنند و نکاح بکنند. اعوذ بالله من ذلک. همش از نبودن عقیده، همش جنگ کفر ایمان، همش نابود کردن مسلمان ها. امروز اهل توحید را نابود میکنند، حبس میکنند، میکشند و بعد از یک چند سال این بودیستی و این مشرکین و این کفار
که اصلا ربوبیت و الوهیت الله را قبول ندارد می آید و مردان مسلمان را حبس می کند و به بالای زنانشان مردان مشرکین را صاحب می کند. والعیاذ بالله. ما به الله پناه می بریم. نجات ما در توحید است. یگانه راه آموختن، فهمیدن، عمل کردن، منتشر کردن و از توحید سر برآوردن و متحد به توحید شدن است. دیگر راهی نیست. دیگر همه را خواری و شرمندگی و زاری و شکست و سبحان الله در زیر کفار قرار گرفتن و در دست اونها بازیچه شدن است. و قسم دوم انسان ها کسانی هستند که ربوبیت را به الله سبحانه و تعالی اثبات میکنند. یعنی میگویند که بله ربوبیت این صفت الله است. ما اثبات میکنیم که ربوبیت این از آن الله است، اما در ربوبیتش الله سبحانه و تعالی را یکتا نمیشمارند. ربوبیت الله را قبول میکنند، بر همراهی ربوبیت الله یک چیزی دیگر را، ربوبیت چیزی دیگر را قبول میکنند. بمانند کی؟ بمانند رافضه ها، بمانند تمام مذاهب باطنی، قرامیته، اسماعیلیه که در پامیر وجود دارد، اسماعیلیه ها، رافضه ها، صوفی های قبوری غلات، اینها میگویند که ما ربوبیت رو قبول میکنیم. الله رب است، الله رزق میدهد، الله خالق است، الله نگاه میکند. اما رافضه ها میگوید که 12 امام هم صفات های ربوبیت الله را دارد. 12 امام رزق میدهد، 12 امام اعوذ بالله من ذلك نگاه می‌دارد و حفظ میکند و غیره و غیره. صفات های ربوبیت الله را به غیر الله میدهد. هم ربوبیت را اثبات میکند و هم ربوبیت را به غیر الله اثبات میکند. مشرکین در ربوبیت. این چنین صفات غلات، بگویم غلات صوفیه، صوفی های غلات هم ربوبیت را به غیر الله نسبت میدهند. ما در حلقه های صوفی شناسی که 48 حلقه بیان نمودیم، در سبحان الله گروهی مخصوصی فرقه شناسی وجود دارد، در اونجا بیان نمودیم که صوفی ها میگویند که ما 4 امام داریم یا پیشوا داریم یا پیر داریم. 4 پیر ما در 4 طرف دنیا، شرق و غرب و جنوب و شمال می ایستند و این دنیا را نگه می دارند. به این دنیا یا باران می دهند یا باران را می گیرند، یا بلا می آورند یا بلا را می گیرند. والعیاذ بالله. همین انمین انکار ربوبیت الله یا که شریک قرار دادن به ربوبیت الله است. 4 پیر را در ربوبیت به الله برابر کردند. پیرشان یکیش عبدالقادر جیلانی، یکیش بدوی و همچنین 4 نفر اونها را ما ذکر نمودیم. اینها مشرکین هستند. یا که اسماعیلیه پامیری ها، اونها را میگن که الله سبحانه و تعالی البته ربوبیت دارد، اما آقاخان ما رزق دهنده است، بلا نگه دارنده است و غیره و غیره. صفت های الله را به آقاخان یا به امامانش میدند. پس عموما کسانی هستند که هم ربوبیت را قبول میکنند، هم دیگر انسان ها و پیشوا و پیرهایشان و امام هایشان را در ربوبیت برابر الله میکنند و ربوبیت را به غیر الله هم نسبت میدهند که این شرک است و این چنین انسان ها مشرکین هستند. و البته بلا و مصیبت عظیم بر بالای امت اسلام اینها آوردند. این خبثا، این مشرکین، این مرتدین، کارشان جنگیدن با اهل توحید است، کارشان دشمنی با اهل توحید است، کارشان صرف کردن میلیون ها مبلغ برای نابود کردن توحید و اهل توحید است. والله اینها در یگان روز، در یگان وقت یک سنگ را به طرف کافر نبرداشتند. از اولی که به وجود آمدن تا امروز سنگ اینها، تیر اینها، دشمنی اینها، میلیاردها دلار اونها، شب و روز اونها، قلم اونها، زبان اونها، سخن اونها ضد توحید، ضد اهل توحید و ضد موحدین و ضد قرآن و سنت و ضد صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس من شما وظیفه من همین است که از این چنین انسان ها براءت رو اعلام بکنیم. از صوفی، از رافضه، از غیر اینها، از جهمی ها و از به اینها نزدیک فرقه های باطل دیگر همه اش براءت رو اعلام بکنیم. فرقه دیگری هست بله، این چنین که الحمدلله این فرقه اهل سنت و الجماعت است، فرقه نجات یافته، فرقه نصرت یافته،
فرقه که تا روز قیامت در حق ثابت قدم میماند. باذن الله سبحانه و تعالی انسان‌های زیاد در این فرقه وجود دارند. این فرقه کسانی هستند که ربوبیت الله سبحانه و تعالی را اقرار میکنند. میگویند ربوبیت این صفت الله است، الوهیت این صفت الله است و ما توحید را به وجود میاریم. توحید ربوبیت را به وجود میاریم. توحید را در ربوبیت به وجود میاریم. توحید را در الوهیت به وجود میاریم. یعنی میگوییم که حاکم، عالم، خالق، نگهدارنده و مدبر این الله است سبحانه و تعالی. کسی، ملائکه، انبیای، رسول، امام، پیشوای، اولیای، جن، انس در این چیز به الله سبحانه و تعالی شریک نیست و برابر شده هم نمیتواند و ناممکن است ابد الابد. و در توحید الوهیت میگوییم که یگانگی را به الله سبحانه و تعالی نسبت میدیم در الوهیتش، در عبادتش. الوهیت را که ما گفتیم معبود، عبادت، توحید عبادت، یعنی تمام عبادت را به الله سبحانه و تعالی تنها به خودش انجام میدیم و به غیر الله سبحانه و تعالی هیچ وقت یگان چیزی را انجام نمیدیم. اطاعت ما از الله است، عبادت ما برای الله است، توکل ما بر اوست. ما از او میترسیم و به او نظر میکنیم و به او ذبح میکنیم و قربانی میکنیم و به او رکوع و سجده میکنیم و روزه و زکات میدیم و سبحان الله به خاطر او زندگی میکنیم. حیات ما، ممات ما این برای اوست. قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من، قربانی من، حیات من و مرگ من برای اوست، الله سبحانه و تعالی. یعنی توحید ربوبیت و الوهیت را انجام میدیم. نه مزار را برابر الله میکنیم، نه ایشان را، نه قبری را، نه درختی را، نه چیزی را، نه حکمی را به جای حکم الله اختیار میکنیم، نه محکمه را به جای محکمه الله اختیار میکنیم. حکمی که ما اقرار میکنیم حکم الله است. حکمی که ما میخواهیم به همون حکم سود بشویم این حکم الله است. مشکلیمون را به حکم الله و رسولش حل و فصل می نماییم و رضا هستیم و خرسند هستیم. انمین است اهل توحید. و این چنین در توحید الوهیت قسمی هستند که اصلا توحید الوهیت را قبول ندارند، بمانندی الله المستعان، رافضه ها، صوفی ها، باطنی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، که اینها توحید الوهیت را به توحید الوهیت را به توحید ربوبیت، البته توحید ربوبیت را بگویم قسمی از اشعری و ماتریدی قسما ظاهرا قبول دارند اما باطنا که این را هم انکار میکنند. سبحان الله. و در توحید بگیم الوهیت، توحید الوهیت را این فرقه های گفته شده اصلا قبول ندارند. میگویند که توحید الوهیت وجود ندارد، فقط توحید ربوبیت است. چلی که ما در اشعری و ماتریدی شناسی بیان کردیم، در رافضه شناسی بیان کردیم، در صوفی شناسی بیان کردیم، در گروه فرقه شناسی وجود دارد. در شیعه شناسی 50 حلقه و در صوفی شناسی 48 حلقه و در اشعری و ماتریدی شناسی که الان تقریبا 30 حلقه است و باز ان شاء الله دوام دارد. و بعضی هستند که الوهیت را اقرار میکنند اما باز شرک را اجرا میکنند. بمانند قسمی از این چنین صوفی ها و اشعری ماتریدی الوهیت را قبول میکنند اما باز عبادت را به غیر الله انجام دادن را، ایشان پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی و غیره را جایز میدانند. اینها هم فرقه های باطل گمراه گشتگان در مسئله الوهیت و ربوبیت هستند. پس بدانید که به انسان فایده نمی بخشد، یا که بگویم به عباره دیگر زمانی که یک بنده، یک انسان الوهیت را اثبات کرد، ربوبیت را بر الله سبحانه و تعالی اثبات کرد اما یگانه الله سبحانه و تعالی را در این نشمارید
به الله ربوبیت و الوهیت را اثبات کرد اما باز شریک به الله قرار داد، داند که این اثبات ربوبیت و الوهیتش فایده نمی بخشد. همان وقت اثبات کردن ربوبیت و الوهیت برای بنده فایده می بخشد که انسان به الله سبحانه و تعالی در ربوبیت و در الوهیت شریک قرار ندهد، یعنی توحید را تحقیق کند، موحد باشد. موحد این که در توحید ربوبیت و الوهیت به الله کسی را چیزی را برابر نسازد. پس واجب است به من و شما، فرض عین است که به ربوبیت الله چیزی دیگری را ثابت نکنیم، در الوهیت الله چیزی دیگری را به غیر الله اثبات نکنیم. ربوبیت و الوهیت را تنها به الله سبحانه و تعالی اثبات بکنیم. در حالتهای سختی یا خرسندی، کسلی یا درستی، وزنینی و مشقت یا که فراغی و آرامی، در همه حالت مراجعت ما، عبادت ما، امید ما، آرزوی ما به الله سبحانه و تعالی باشد. اما امروز افسوس که مسلمانان هستند که در حالت وزنینی زود میروند به نزد ساحر مشرک میشوند. از ساحر میروند آینده را میپرسند، از ساحر میروند فرزند میخواهند، از ساحر میروند کشایشی کار میطلبند. آیا ساحر اعوذ بالله معبود است یا که الله است یا غیر الله؟ البته که غیر الله است. پس رفتن به نزد ساحر و همون چیزهایی که الله در دست خودش هست و غیر از خودش هیچ کس نمیتواند به ساحر امید کردن این شرک اکبر است. میروند به نزد قبر. قبر چی است؟ خاک نیست، بجز خاک دیگر چیزی نیست، بجز یک مرده در اون یک انسانی که خودش به خودش کمک کرده نمیتواند دیگر چیزی نیست. الله سبحانه و تعالی میگه یکفرون بشرککم، همون کسانی که شما اونها رو میپرستید ویها شما رو انکار میکنند، رد میکنند، بیزار از شما هستند، برای اینکه ویها خودشان محتاج الله هستند. پس ما توحید ربوبیت و الوهیت را، توحید ربوبیت و توحید الوهیت را باید خوب درک بکنیم که ربوبیت و الوهیت این صفت الله است، توحید و شرک این صفت بنده است. توحید الربوبیه معناش این است که بنده ربوبیت را به الله قائل می شود و توحید الوهیت معناش این است که بنده یک انسان الله سبحانه و تعالی را در الوهیتش یگانه، یعنی عبادت را تنها یگانه به الله انجام میدهد. پس فهمیده شد که توحید این فعلی بنده است، فعلی بنده، عملی بنده، حرکتی بنده، فعل، حرکت، عملی بنده است. توحید این عملی بنده است، عملی انسان است، قول و سخن انسان است و اعتقاد انسان است، نسبت ربش، نسبت الهش، نسبت معبودش که این الله است. بارک الله فیکم. پس توحید هم به عمل است، هم به سخن است و قول است و هم به اعتقاد است. عمل با جسم، سخن با زبان، اعتقاد با قلب. توحید با قلب چگونه است؟ توحید انسان با قلبش یعنی اینکه به قلبش بنده و یک انسان به قلبش اقرار بکند و اعتقاد بکند و تصدیق بکند که الله سبحانه و تعالی یکتاست و یگانه است و تنها است، در ربوبیتش، در آفرینیش، در خالقیتش، در رزق دهندگیش، در عالم بودنش، در نگه داشتن زمین و آسمان و دیگر همه چیزها. و این چنین بنده اقرار بکند، تصدیق بکند، قبول بکند، به قلبش باوری بکند که الله سبحانه و تعالی یکتا و یگانه است در الوهیتش که تنها باید خودش عبادت کرده شود، عبادت را تنها به الله انجام داده شد، به غیر الله انجام دادن عبادت را اعتقاد کند که باطل است و کفر است و شرک است، و اعتقاد بکند به قلبش که هیچ رب بجز الله وجود ندارد و هیچ معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی وجود ندارد. اعتقاد بکند که الله یگانه است و اعتقاد بکند که یگانه الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت است، غیر الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت نیست. و اعتقاد به قلبش بکند و اقرار بکند و تصدیق بکند که
منفعت رساننده و نفع رساننده و ضرر رساننده و حاکم و امر کننده این الله سبحانه و تعالی هست و یگان رب و اله نیست که به تو ضرر رساند، منفعت بدهد، حاکم باشد و امر بکند بجز الله. این چنین حاکمی، این چنین اله رب وجود ندارد سبحانه و تعالی. و بعد از اینکه به قلبش این اعتقاد را کرد، قلبش موحد شد. اما با این خلاص نمی شود، باید به زبانش و به عملش نشان بدهد موحد بودنش را. هر کسی که میگوید که تمام من به قلبم موحد شدم، بله من گفته ها را اقرار کردم، به قلبم اقرار کردم، تصدیق کردم، این همه سخن ها را گفتم، اعتقاد کردم، باوری کردم، اما عمل نمی کنم، عمل یا ندارد یا سخن به زبانش توحید را تصدیق نمی کند یا به زبانش شرک را انجام میدهد، این کافر است و مشرک است. چرا که وقتی که به قلبت اعتقاد کردی و توحید را قبول کردی، اقرار نمودی و تصدیق کردی، همه این اعتقادهای ربوبیت و الوهیتی که قلبا به تو بیان کردیم، باید به زبانت توحید را آشکار بکنی، به زبانت موحد بشوی. چگونه به زبانت بگویی و شهادت بدهی که نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی، شهادت حق را به الله سبحانه و تعالی شهادت بدهی و به زبانت شرک را به الله قرار مدهی، به زبانت یگان سخن شرکی نکنی، دعا نکنی غیر الله را، بلکه تمام عبادتت، ذکرت، به زبانت همه تنها از الله سبحانه و تعالی باشد. بعد از این باید به عملت الله سبحانه و تعالی را یگانه بشناسی، موحد با عمل باشی. سبحان الله. بگویم اولا عمل، ما گفتیم اولا اعتقادی قلب، حالا باشد عملی قلب. قلب دو وظیفه دارد، یک وظیفه اش سخن کردن است، یک وظیفه اش این عمل کردن است. اعتقاد قلب این سخن قلب است، اقرار کردن و تصدیق کردن این سخن قلب است. اما عمل قلب وجود دارد. عمل قلب این چیست؟ بزرگ شماریدن الله، ترسیدن از الله، محبت الله، توکل کردن به الله، نظر کردن به الله سبحانه و تعالی، امید به الله، صدق به الله، اخلاص. این همه عملهای قلب است که با عمل قلبت هم موحد باشی. سخن قلب را اعتقاد گفتیم، عمل قلب، سخن زبان و عمل جسم. بعد از این که قلبت هم اعتقادش درست شد، هم عمل قلبت درست شد، به غیر الله، از غیر الله نترسیدی، غیر الله را بزرگ نشماریدی، به غیر الله اطاعت نکردی، از غیر الله یا که به غیر الله سخت محبت نکردی که برابر الله باشد، توکل به غیر الله نکردی، پس قلبت موحد شد. زبانت کتی که انجام داده، زبانت هم موحد شد. جسم، حالا جسم باقی ماند، باید به جسمت، به این بدنت هم موحد باشی. عبادت نکنی بجز الله سبحانه و تعالی را. قصدت و عملت و تمام حرکتت برای الله سبحانه و تعالی باشد. هر قدمی که میزنی بسنج و فکر بکن که به کی قدم میزنی. در راه شرک، در راه دعوت به شرک، در راه اولیاء پرستی و پیر پرستی، در راه قبر، مزار، سنگ، یا که در راه الله یک و یگانه و واحد الاحد الفرد الوتر سبحانه و تعالی. پس این است توحید. توحید با زبان، توحید با سخن دل، اعتقاد دل، توحید با عمل دل، توحید با جسم. بارك الله فيكم. أنا من توحيد است. توحيد عملي فعلي بنده است. اما ربوبیت و الوهیت این صفت الله سبحانه و تعالی است که بجز الله به کسی ربوبیت و الوهیت را داده نمی شود. اثبات کردن الوهیت و ربوبیت به غیر الله سبحانه و تعالی این شرک است و هر کسی که این عمل را میکند مشرک می شود. هر کسی که ربوبیت را به غیر الله، چیزی از الوهیت را به غیر الله نسبت میدهد، ثابت میکند، این مشرک می شود و الله سبحانه و تعالی نمیبخشد این انسان را. اگر همچنین وفات کند نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نمیبخشد انسانی را که به الله شرک اکبر را قرار داده است. حتی اصغر را ما گفتیم، شرک اکبر و اصغر را الله نمیبخشد. هر کسی که مشرک است الله نمیبخشد.
اگر توبه نکرده وفات بکند. اما اگر پیش از وفاتش و مرگش توبه بکند و اصلاح شود، البته الله سبحانه و تعالی بخشنده و مهربان است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله